میگم خدا شاهده این ماشین خیر نداره، خیرش همون کمیسیونیه که داری میدی. این مال دوستم هم آمریکاست، دوستم ماشین افتاده اینجا، میخوام بدم به تو، تمام خیرش کمیسیونشه. آقا دروغ میگه، این آدم داره دروغ میگه. این اصلا دوستش این ماشینو نداره که. یه مشتری اومده این ماشین گذاشته واسه فروش، ایشون دیده قیمتش خوبه، یه قولنامه با اوشون بسته، حالا خریدار پیدا شده داره یه قولنامه با خریدار. ببینید هیچ وقت یه نمایشگاهدار فروشنده و خریدار با هم دیگه رو در رو نمیکنه، گولشون رو نخورید. آقا محمدی ایشون خریدار ماشین شما هستن، معامله هم که دارید میبینید بازه، تمام خیرش برای ما همین کمیسیونه. فقط از ما تخفیف خواستن، الان روبروی همین، اگه راه داره بشه تخفیف بدید، جای دوری نمیره. آقا داره دروغ میگه، به خدا داره دروغ میگه. این آقا محمدی اصلا فروشنده این ماشین نیست. این میدونی کیه؟ این یکی از بچهای همین نمایشگاه برداشته بهش گفته بیا تو به عنوان فروشنده ماشین بشین، یه تخفیف جزئی هم بهش بده. خیلی نمیگه بابا این دروغگوه. داداش این ماشین چند تا کاره؟ 50 تا کاره؟ بیشتر میخوره بشه، من خیلی کار کرده. میگم به جون جفتمون 50 تا کاره. چی گفت؟ گفت به جون جفتمون 50 تا کاره. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. جوون بود بنده خدا، سر 50 تا کار.